درود و عرض ادب دارم خدمت شما همکاران بزرگوارم و تمام کسانی که این لایو رو الان تماشا میکنن و دوستانی که بعداً خواهند دید. خب امشب با یه موضوع در خدمتتون هستیم که مربوط میشه به اینکه چرا بیشتر ماها قبل از شروع کردن جا میمونیم. به نظر بنده من فکر میکنم بعضی از ما انسان ها هیچ وقت نه اینکه هیچ وقت ولی یه دوره رو زندگی نمی کنیم، فقط منتظر زندگی میمونیم که چه پیش بیاد برامون، چه اتفاقی برامون میفته. این دقیقا همون جاییه که اکثر ماها قبل از شروع جا میمونیم، نه به خاطر اینکه بلد نیستیم کاری رو انجام بدیم و یا تصمیمی نگرفتیم و وارد کاری نشیم، به خاطر اینکه در مورد آینده محدود شدیم، چه از قبل و چه الان و چه به خاطر شرایط زندگی و کاریه. همش ما وقتی میخوایم یه کاری رو شروع کنیم و یا یه فکری میکنیم برای آیندهمون، همش به این فکر میکنیم که خب چه اتفاقی میفته، قراره چه اتفاقی بیفته، آیا من میتونم، آیا نمیتونم، آخرش چی میشه، و یه سوالات خیلی زیادیه، مخصوصا توی کار و توی بیزینس. اولین چیزی که به ذهن یه نفر میرسه به نظر من وقتی میخواد شروع بکنه، همیشه آخرش رو نگاه میکنه توی بیزینس. میگه چقدر من دریافت میکنم، آیا میتونم با زندگیمو مثلا سر کنم. من خیلی از دوستانی که باشون در ارتباط هستن کارهای آفلاین رو انجام میدم، معمولا باشون صحبت میکنیم، میگه که خب من معمولا فقط به این ماه هم نگاه میکنم، چون طوری برنامه ریزی شده که فقط میتونم تا آخر ماه اون درآمد رو داشته باشم و زندگیمو بگذرونم. خب ولی الان زندگی ها دیگه، شرایط زندگی ها خیلی سخت شده و این کارهای آفلاین به نظر من دیگه جوابگو نیستن. جواب اون آینده ای رو که میخوایم و به ماها نمیده و این واسه خیلی ها سوال شده که چه بیزینسی داشته باشیم و چه کار میتونیم بکنیم. به نظر من یکی دیگه از مهمترین، ببینید ما خیلی انتخابات داریم تو هر کاری، تو هر بیزینسی، ولی اینکه چه امنیتی داشته باشیم توی اون کارمون، توی اون شغلمون، توی اون بیزینسی که میخوایم داشته باشیم، چون باعث میشه وقتی ما امنیت شغلی داشته باشیم، امنیت داشته باشیم برای آرامش، قطعا ذهن ما برای آینده ساخته میشه، رو به رشد میشه و همینطور چیزهای جدیدی یاد میگیریم، مطالعات زیادی میتونیم داشته باشیم و این توی زندگی ما خیلی میتونه کمکمون بکنه. خیلی صحبت هست، من نمیدونم واقعا چطوری بگم این مسائل، چون مسئله خیلی مهمیه. الان زمان طوری شده که واقعا دیگه ما نمیتونیم از هیچ چیزی جا بمونیم، چون وقتی ما جا بمونیم مطمئنا قوی نمیشیم و قدرت از زمانی میاد که ما حرکت داشته باشیم توی هر کاری، توی هر بیزینسی. اول باید قدم اول ما محکم حرکت کنیم که اون قوی بودن ما توی راه باعث بشه که به اون امنیت و آرامش که میخوایم برسیم. من تشکر میکنم از این وقتی که داشتم، تونستم یکم صحبت کنم. ادامه بحث رو به همکاران میسپارم و ازشون درخواست دارم که صحبت کنم. مرسی. سلام و عرض و ادب خدمت شما همکاران عزیز و عالی قدر و بینندگان محترم که فعلا میبینن و بعدا میبینن. ممنون که یک فرصت در این آخرای سال 2006 بر ما شما مساعد شد که باز یک بار دیگر در خدمت دوستا باشیم. بسیار یک موضوع جالب و چرا انتخاب شده که چرا پیشتر ما قبل از شروع جا میمانیم. واقعا اگر بگوییم بسیاری دوستا یا بسیاری کسا که هست
قبل از اینکه کاری را شروع کنه یا چیزی را انجام بده هدف و برنامه خاصی نداره. وقتی که کاری را بخوای شروع کنی یا انجام بدهی برنامه خاصی نداشته باشی حتما از او ترس و بیم داری. یعنی یک تصویر مستقیم از آینده و کار خود نداره. همیست که ترس، بیم و شکست، ریسک در ذهن زی دایم درگیر است. آیا کار ما پیش میره نمیره، من میتونم نمیتونم، دیگرها درباره ما چی قضاوت میکنه یا چی میگوید. اگر هر وقتی که ما به این حالت باشیم کار ما به فکر دیگرها باید پیش بره؟ نه، کار باید به فکر خود پیش بریم. قبل از یک کاری را که انجام بدیم باید پلان و برنامه ریزی انجام بدیم. بعد از پلان و برنامه ریزی میتونیم به کار خود به خوبی و طبق پلان و برنامه‌ای که داریم به خوبی پیش میریم. اینجاست که انسان‌های موفق میگه با پلان برنامه پیش میره. همین چیز است، نقطه است. یعنی بدون پلان و برنامه موفق شدن بسیار مشکل است. اگر بگوییم یک چانس است، چانس هم شاید نباشه. به خاطر که پلان برنامه نداشته باشیم معلوم است که موفق نمیشیم. بسیاری در این فکر است که اگر من یک کار را انجام بدم یا چه کنم از آینده‌ام خود چی شد. در این فکر نیست که ما قبلا پلان انجام دادیم، پلان برنامه‌ریزی کردیم، طبق پلان برنامه پیش میرم، انشالله موفق میشم. اما او یک پلان برنامه نداره، هر لحظه شکست، ترس در ذهنش خطر میکنه. اگر کسایی که میخواه موفق شوه برنامه و پلان خود داشته باشه و حتما به یا دیر یا زود موفق میشه. چیزی که دیگه باید بگویم، همه ما منتظری هستیم که یک فرصت برای ما و شما مناسب شود ما کار و برنامه خود پیش ببریم. اگر منتظر فرصت باشیم بدون که هیچ وقتی او فرصتی که بخواهی به دستت بیایه کار و برنامه خود پیش ببریم نخواهد آمد. باید خود ما فرصت ساز باشیم، خود ما آماده باشیم که هر نوع کار را بگیم میتونیم انجامش میدیم. اگر منتظر فرصت بشینیم، اگر منتظری بشین کسی دیگر ما کمک کنه، اگر منتظر بشین یک شرایط خوب تربیه ما یک کار شروع میکنم و یک کار انجام میدم، اصلا اون کار نه فرصت میاد نه شرایط میاد نه کسی دیگر ما کمک میکنه. بهترین چیز هست که خود ما به هر چی کم و کاستی داریم، هر مشکلی داریم، مشکل خود بتونیم حل کنیم بهتر نتونیم به همون شرایط خود با همون پلان برنامه خود پیش بریم. انشالله موفقیت از آن ماست. ممنون. زیاد وقت شما دوستا رو نمیگیرم. خیلی خوشحال هستم که امشب یک بار دیگر با شما دوستا هم کلام شدم. فعلا مرسی. منم سلام عرض میکنم خدمت عزیزایی که ما رو میبینن. بالاخره بعد مدت ها تونستم تو لایف ها باشم. خیلی خوشحالم که در کنار همکاران عزیزم هستم. و اما اینکه چرا ما بیشتر قبل از اینکه کار رو یا هر چیزی رو شروع کنیم جا میمونیم، دوست دارم از تجربه خودم بگم و اینکه فکر میکنم اون چیزی که برای من باعث شد یکم دیرتر این بیزینس رو شروع کنم این بود که یه تجربه بیزینس آنلاین، حالا مشابه نه ولی بیزینس آنلاین داشتم که با شکست مواجه شده بود و اون شکسته باعث شده بود که بترسم وارد دنیای آنلاین دوباره بشم
و این یکم برای من یه حالت ترمز بودش، یکم باعث شد دیرتر وارد بشم به این بیزینس و اون تجربه شکست یه جوری جلوی پیشرفت من و جلوی شروع کردن رو برای من گرفته بود. و یه چیز دیگه که به نظر خودم خیلی پررنگ بود، عدم آگاهی. وقتی که ما از یه چیزی آگاهی نداریم نمیتونیم راجبش تصمیم بگیریم، اعتماد به نفس نداریم که راجبش تصمیمی بگیریم چون هیچ آگاهی ازش نداریم و سعی میکنیم آگاهیمون رو از یه سری منابع اشتباه به دست بیاریم، از دوست، آشنا، فامیل و اینا منابع آگاهی ما نمیتونن باشن وقتی که هیچ اطلاعی از اون کاری که ما میخوایم انجام بدیم ندارن. سعی کنیم که خودمون از اون قدمی که میخوایم برداریم آگاهی به دست بیاریم، مطالعه کنیم راجبش. و من فکر میکنم اگر که مثلا من به خاطر اون شکست و به خاطر عدم آگاهی که داشتم، ببخشید من یکم نفس تنگی دارم، گارد میگرفتم و وارد نمیشدم، آگاهی پیدا نمیکردم، وارد مرحله آزمایشی نمیشدم، یه فرصت به این قشنگی رو تو زندگیم از دست میدادم. همینطور که میبینید خب من صدام هنوز برنگشته و 1 ماه گذشته تقریبا 2-3 هفته نمیتونستم صحبت کنم و اگر که من تو بیزینس قبلی بودم، تو کار قبلیم بودم، من مجبور بودم به خاطر درآمد کار کنم، مجبور بودم صبح پاشم برم سر کار به اون وضع، به اون حالی که داشتم تو هوای سرد. ولی توی این بیزینس من بدون هیچ دغدغه‌ای قشنگ 2-3 هفته توی خونه استراحت کردم، کار نکردم و اصلا بیزینس من تحت تاثیر قرار نگرفت، چون همونطور که گفتم ما با یک سیستم قوی وصل هستیم که وقتی ما کار نمی کنیم اون سیستم داره برای ما کار میکنه، بیزینس ما نمیخوابه. و با اون حال من کنار تیم بودم، کمک میکردم به تیم، هماهنگی، برنامه ریزی ها، تا جایی که میتونستم به بچهای تیم کمک کنم و هیچ چیزی تو اون دورانی که من حتی نمیتونستم یک کلمه صحبت کنم، هیچ چیزی بیزینس منو تحت تاثیر قرار نداد. و میگم که اگر که من به خاطر عدم آگاهی یا به خاطر اون تجربه شکستی که داشتم درها رو میبستم و وارد این فضای زیبا، این بیزینس زیبا نمیشدم، خب خیلی ضرر میکردم. پس بهتره که ما سعی کنیم راجع به هر قدمی که میخوایم برداریم سعی کنیم مطالعه کنیم، خودمون آگاهی به دست بیاریم از منابع معتبر. ببخشید من بیشتر از این نمیتونم صحبت کنم، میسپارم به همکارم و آقا پیام عزیز. درود بر شما دوستان عزیز و درود بر همه کسایی که ما رو از این طریق دارن تماشا میکنن. من خیلی خوشحال هستم که یک فرصت دیگه ایجاد شد که با شما صحبت بکنم. تمام اون حرفایی که دوستان زدن کاملا من قبول دارم توی این مسیر، خصوصا سارا خانم که دقیقاً در رابطه با عدم آگاهی توی یک مسیر و اون چراهایی که باعث میشه که ما قبل از اینکه شروع بکنیم در واقع جا بمونیم. وقتی که توی یک مسیر آدم میخواد قدم بذاره، بهترین چیز اینه که در رابطه با اون مسیر چالش هایی که احتمال داره که براش پیش بیاد باید مطالعه داشته باشه، باید مقصد رو بدونه، باید مسیر رو بشناسه، باید بدونه که این مسیری که داره توش قدم میذاره به چه صورت، به چه منظور، به چه چالش هایی رو خواهد دید. و اگر کسی اطلاعات و آگاهی نداشته باشه و توی یک مسیری قدم بذاره، با اولین چالش خب دست و پاشو گم میکنه و خودشو سردرگم یک مسیر میدونه و افرادی که دارن پیشرفت میکنن و دارن جلو میزنن خودشو مقایسه میکنه و در نتیجه در جا میزنه و شاید از یک مسیر حتی خارج بشه. پس بهتره توی هر مسیری که میریم با مطالعه بریم، با آگاهی کامل بریم و بتونیم یک مسیری رو تا انتها قدم به قدم پیش بریم. بهترینش اینه که شما توی یک بیزنسی که میخواین وارد بشین در رابطه با اون بیزنس اطلاعاتی داشته باشین. نمیشه آدم قبل از این که وارد یک بیزنس بشه در مورد اون بیزنس، در مورد اون محیط اطلاعاتی نداشته باشه، 100% به شکست مواجه میشه. ولی اگر
اطلاعاتی داشته باشین و در رابطه با اون مسیر مخصوصا چالش‌هاش رو شناسایی کنین. چالش‌های ما توی این مسیری که هستیم اینه که عدم آموزش. اگر آموزشی در کار نباشه 100% آدم نمیتونه اون چیزی که از خودش انتظار داره و اون چیزی که در واقع ابزار کارش هست رو به دست بیاره و نمیتونه مسیر رو پیش ببره. از این جهت آموزش بسیار مهمه، اطلاعات بسیار مهمه. خدا رو شکر توی این بیزنسی که ما هستیم این اطلاعات و خود افرادی که میخوان واردش بشن در اختیارشون قرار میگیره که با اطلاعات و آگاهی کامل وارد بشن. پس بهتره مسیری که انتخاب میکنین چالش‌هاشو، مخصوصا چالش‌هاشو بشناسین. چالش‌هایی که توی این مسیر هست ادامه دادنه و ادامه دادن و آموزش دیدن و خلاقیت‌ها باعث میشه که این مسیر بسیار مسیر شیرینی بشه و این مسیر برای شما علاوه بر این که درآمد بسیار خوبی داره میتونه یک مسیر بسیار لذت بخش باشه که آینده خودتون، خانواده خودتون رو میتونه تغییر بده. بسیار خوشحال شدم که این فرصت در اختیار من قرار گرفت که با شما عزیزان یک بار دیگه صحبت کنم. و دوستانی که اینجا هستن شماره تلفن‌هاشون، صفحات مجازیشون در اختیار شما هست. اگر دوست داشتین اطلاعات بیشتری دریافت بکنین میتونین با هر کدوم از ما 4 نفر در تماس باشین. با کمال میل ما در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر دوستان صحبتی ندارن من لایو رو با اجازه شما تمام کنم. پس تا درود دیگر، بدرود. خدا نگهدار. خدا نگهدار.